این دستگاه پرتو درمانیه که 0 تا 100 رو تو همین شرکت بهیار صنعت تولید میشه. پروسش هم حدود 4 ماه طول میکشه پروسش برای تولید شدن و ما 4مین شرکتی هستیم در سطح جهان که اقدام کردیم به تولید همچین دستگاهی. و دستگاه‌های رادیوتراپی به این صورت کار میکنن که مریض بعد از مراجعه به پزشک متخصص و تشخیص دادن توده‌شون توی CT اسکن میان توی این دستگاه، با این دستگاه شروع میکنیم. یه تخت شتاب دهنده است که میاد اینجا قرار میگیره، تخت همین دستگاه پرتو درمانی. مریض روی تخت دراز میکشه. بعد ما 3 تا لیزر داریم، 3 تا لیزرایی که لترال و ساجیتال مریض و همون حالتی که تو CT گرفته شده عکس اینجا ستاب میشه روی دستگاه. بعد این دستگاه شروع میکنه به درمان کردن مریضی که دچار بیماری سرطان شده. تمام این دستگاه 100%ش بومی سازی شده، تو این شرکت ساخته میشه. بعد از اینکه مریض روی تخت دراز میکشه یه سری نرم افزار طراحی درمان دارن که با اون عکسای CT میاد از دستگاه CT اسکن، با نرم افزار طراحی درمان براش انجام میشه. بعد از این مریض میاد روی تخت دراز میکشه و حدود جلساتش 20-25 جلسه به مقداری که پزشک تشخیص میده توده نیاز داره برای پرتو درمانی، مورد پرتو درمانی قرار میگیره. حالا این دستگاه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. این دستگاه به این صورت که میبینید از یه قسمت بیس ساخته شده، یه قسمت گانتری داره که حالا دوستمون میتونن حرکتش بدن و 360 درجه قابلیت تغییر داره. این قسمت کولیماتوره که از فک‌ها تشکیل شده و اینا یه دستگاه MLC که اونم بازم تولید داخله مال همین شرکت بهیار صنعته روی هد دستگاه قرار میگیره و شکل توده سرطانی و دقیقاً به همون شکلی که هست برای ما در میاره که ما در آوردیم از CT اسکن و توی 20-25 جلسه مریض میاد و با احتمال 85-90% مورد درمان قرار میگیره. تخت، برانکارد، محصولاتی از این دست خب ما به تعداد خیلی متنوعی تولید کردیم و به نوعی یکی از شرکت‌های برگزیده توی کشور خودمون هستیم که توی تمام سطح کشور محصولات ما استفاده میشه و خب سال‌هاست داره خدمات میده به بیماران. منتها این توانمندی توی مجموعه ما توی عرصه های تک هم هست. ما توی تولید دستگاهی مثل رادیولوژی، CT اسکن و شتاب دهنده خطی پزشکی این قابلیت رو داریم که به خصوص دانش فنیمون رو بتونیم بسط بدیم حتی توی کشورهایی مثل کشور عراق، کشور همسایه و همجوار ما هستن که به نوعی باورهای مشترکی داریم، به نوعی اهداف ملی مشترکی داریم، بتونیم این رو بسط بدیم و این توانمندیمون رو تو اون کشورها به اصطلاح توسعه بدیم.